اسم محصول شرکتمون اکسیسومه. هدفمون اینه که این دارو رو تو بازار هند پخش کنیم، چون قرار انقلابی در محصولات دارویی ایجاد کنه. در حال حاضر هند این دارو رو وارد میکنه و به خاطر همین قیمتش خیلی بالاست و در دسترس همه نیست، به خصوص طبقه فقیر جامعه. آرزوی آزمایشگاه نون این بود که این دارو برای مردم فقیر در دسترس باشه. هیچ کدوم از کارشناسایی که اینجا هستن با ترکیب این دارو مشکلی ندارن، به جز یه نفر، دکتر پالاک. بفرمایید. اولین باره که یه نفر آزمایشگاه نون بیوتیک رو به چالش میکشه، اما ما نمیترسیم، عقبم نمیکشیم. نون بیوتیک بهترین دکترا و داروسازای کشور رو استخدام کرده و قبل از معرفی این دارو در بازار سالها روش مطالعه کردن. همچنین رئیس بخش دکتر سوبرامانیان و تیممون که تا حالا هیچ وقت ما رو ناامید نکردن. قهوه‌تون سرد شد خانم. ممنون، نمیخورم. ریتویک، میتونم یه چیزی بگم؟ من قهوه زیاد خوردم، باید برم سرویس بهداشتی. راحت باش. خب داشتم چی میگفتم؟ ببخشید، منم میتونم برم توالت؟ آره حتما. ممنونم. هوا بیرون خیلی سرده. زمستونای دهلی خیلی سخته. کجا بودیم؟ ادامه میدیم. دکتر پالاک فکر میکنه که این دارو به درد بیماری کلیوی نمیخوره. میشه بهمون بگین چرا؟ خب آره، به نظر من خیلی ببخشید. امروز هوا خیلی سرده و سیستم گرمایش شرکتم خرابه، واسه همین جلسه رو ترک کردن. اینطور فکر نمی‌کنین؟ این چه وضعیه؟ سرویستون کجاست؟ این سمت خانم. من برگشتم. میبینم، ولی متاسفانه جلسه تموم شد. اگه هدفت این بود که کارشناسای ما رو راجع به نظرت درباره دارو متقاعد کنی، باید بگم دیر کردی. هر کاری که میکنیم باید در زمان مقرر تموم بشه. ریتویک نون. نتیجه‌ای که از واکنش این ترکیب دارویی به دست میاد تأثیر فوری و قوی روی سلولای لوزول معده داره. کانال کلسیومو باز میکنه و باعث ترشح انسولین میشه. چرا اینقدر اینجا گرمه؟ معمولا درجه حرارت آزمایشگاه درسته. نمیدونم امروز چه خبره. آب میل دارین؟ لطفاً، ممنون. سلام به همگی. سلام استاد. چی شده؟ داشتم نظرمو به کارشناسا میگفتم. جدی؟ میخوای؟ نه ممنون. آشکارسازو تازه گذاشتم. با وجود 3/4 کلراید آهن ترکیب امبیتیک با دارو واکنش نشون میده. 15 دقیقه دیگه رنگش آبی میشه. باشه. 15 دقیقه؟ یعنی اون موقع میفهمیم که چه واکنشی نشون میده، درسته؟ آره، اون موقع درصدشو میفهمیم. ببینیم چی میشه. من منتظرم. واقعا امیدوارم نتیجه آزمایش چیزی باشه که انتظارشو دارم. میخوری؟ خیلی خوب، 15 دقیقه شد. رنگش عوض شد.
خب عالی. بخور بهتر میشی. دخترم ریوا، گوش بده چی میگم. تو عروسیت خیلی نزدیکه دخترم و الانم زمستونه. خب پدرت بعدن به ریکی و شیوا توضیح میده. مشکل اینه که مامانت از این داستانا خجالت میکشه، برای همین با تو حرف نمیزنه و هیچ وقت نمیفهمی. چه داستانه ای مامان بزرگ؟ همه چی خوبه؟ تا حالا به آیندت با شوهرت فکر کردی؟ آره. چرا میپرسی؟ چون تو و سامر در آینده با هم زندگی میکنی و قراره با هم توی تخت بخوابی. میفهمی منظورم چیه؟ منظورم رابطه است، رابطه که معمولا بین زن و مرد ایجاد میشه. چی میگی مامان بزرگ؟ چت شده؟ چیزی که دارم راجبش حرف میزنم یه چیز طبیعیه و عروس باید همه چی رو قبل از عروسی بدونه. نمیتونم راجب این موضوع حرف بزنم. یکم مامان بزرگ اصلا نمیتونم حرف بزنم. اگه گوش ندی چجوری میخوای بفهمی؟ نمیخوام بشنوم. آروم باش و گوش بده. یادم شب ازدواج من و پدر بزرگ مرحومت. گوش کن دیگه. تمومش کن بابا، تمومش کن. بس دیگه. گوش کن ببین چی میگم. چی شده ریفا؟ چرا راجب رابطه حرف میزنه؟ میگی تمومش کنه؟ خب مگه چه اشکالی داره؟ تازه میخواست راجب رابطه خودش و بابا بزرگ برام حرف بزنه. خیلی حال بهم زنه. داری به این نسل یاد میدی؟ راستش این نسل دیگه راجب همه چی صاحب نظرن خانم. یعنی همه چی رو بهش یاد دادی؟ مامان بزرگ. آره قطعا. من مسائل راجب دخترها رو 10 سال پیش بهش گفتم. آره منم راجع به این مسائل براش توضیح میدم تا فکر نکنه من براش کم گذاشتم. مامان تو رو خدا یه کار بکن از این قضیه خلاص بشم دیگه. نمیتونم اینو بشنوم. الان که از خجالت آب بشم. تو مگه بیمارستان نبودی؟ یعنی لازمه یکم استراحت کنی و اصلا حرف نزنی. یه مشکل کوچیک بود و تموم شد. الانم هیچی نیست. من پیر نیستم که بخوام استراحت کنم و چیزی نگم. چی شده؟ کی گفته تو پیری؟ ببینید دامادم هم بالاخره اومدی. من خیلی خوشحالم که اومدی. تو از این وضعیت نجاتم بدی. سلام. بیا با هم بریم. بیا زود باش. اومدم یکم بابا بزرگ رو آره ببینم. پسرم بیا بشین. خدا بیا قبل از ازدواج راجع به یه موضوع مهم شده. خواهش میکنم بذار روز عروسی رو مشخص کنیم. چون من دارم دیوونه میشم. بس که دیگه خسته نامزدی شدم. دوره خوبیه، باید داشته باشیمش مگه نه آره مامان؟ پسرم نامزدی دوره مهمیه. منم دلم میخواد زودتر ازدواج کنیم. سامر با خانوادت حرف بزن دیگه. یه تلفن دارم، چند دقیقه صبر کن. چه شرکت عجیبی. همه چی اینجا غیر قابل باوره. یه سرویس بهداشتی هم قطعا نداره. روز اولت خسته کننده بوده، چون اینجا سرویس زنونه نداره. درسته. خیلی مسخره است. حتی چیزی هم نخوردی. و عجیب اینه که استاد دیروز سرویس رو خراب کرد. چی گفتی؟ آره دیروز خواست که خرابش کنن. ما هم از این موضوع خیلی تعجب کردیم. اینجوری موفق نمیشیم. امروز خواست که سیستم گرمایشی رو خاموش کنن. دارم از سرما میمیرم. حالا یه دقیقه صبر کن نتیجه آزمایش رو ببین که مثبت یا منفی. در هر صورت منفی. الان برمیگردم. آره حق با توه. خیلی خوشبخت است. چی کار میکنی خانم؟ این کارت خیلی زشته. خانم این دستشویی مردونه است ها. ببخشید ولی شرکتتون سرویس زنونه نداره. من مجبورم. منو ببخشید. میدونی چیه؟ چی؟ باورم نمیشه داریم ازدواج میکنیم. چرا عجله داری؟ حق دارم عجله داشته باشم. آخه دیگه من و تو چقدر باید صبر کنی؟ بیا ازدواج کنیم. ببین من یادم رفت بگم امروز با یه مشتری قرار ملاقات دارم. برای همین یکم دیگه داره میاد اینجا. من خیلی معذرت میخوام ازت. مگه اینجوری نگفتی؟ آره ولی این قرار خیلی مهمه. ازت خواهش یعنی میکنم. میخوام خفت کنم. امروز برو. بعداً هم دیگه رو میبینیم. خیلی خوب. بعدم میبینمت باشه. حتما. عزیزم کلیدم.
رئیس میدونستی از وقتی سرویس زنونه رو بستم مشکلات شروع شده؟ چرا؟ چون اون خانم داره از سرویس مردا استفاده میکنه. واقعا؟ آره داره از اون استفاده میکنه. این خیلی اذیت کننده است. خیلی خوب باشه، باش صحبت میکنم. ببخشید آقایون، شما ادامه بدین. چی شده آقایون؟ چرا دارین میرین؟ بمونید، خجالت نداره که. تو خجالت نمیکشی؟ داری از حدت خارج میشی. کی منو مجبور کرد؟ شما. تو به عنوان یه مدیر کار چیه؟ ایجاد شرایط مناسب و راحت واسه کارمندات. و تو چی کار کردی؟ توالت زنا رو بستی. راستی میتونم ازت شکایت کنم، به خصوص که همه کارمندای زن تو بدون دلیل خاص مرخص کردی. چرا؟ همشون بیکارن؟ گویا این ذات شما و داروهای شرکتت اتفاقی داره فروش میره؟ آره؟ چون کارشناساتون به فکر فروش نیستن و به چیزای مسخره فکر میکنن. ما دخترها عادت داریم سخت کار کنیم تا بتونیم به هدفمون برسیم. یعنی داستان اینه که بستن یه توالت ما رو ناامید نمیکنه. میتونی اینطوری فکر کنی، ولی این اشتباهه. کسی که واقعا تلاش کنه به نتیجه میرسه آقا. صبر کن. به نظرت بهتر نبود پیرن مشکی با کت صورتی میپوشیدم؟ نظرت چیه؟ همین خوبه؟ انگار که تو مشکل روانی داری یا واسه همین اینطوری برخورد میکنی. نظرت چیه اسممو عوض کنم؟ مثلا ریتویک دیوونه یا ریتویک وحشتناک. طرفدارم یه سایت خاص برام درست کردن، عشاقریتویک.com. باید ببینیش، خیلی بامزه است. تو واقعا یه هنریم. میدونم. واقعا خوشحالم آروهی ترکت کرد. واقعا خوشحالم. آره درسته، بهترین دوستته. خیلی ناراحته نه؟ و چون نتونست منو به دست بیاره همش داره گریه و زاری میکنه. هنوز اینو فراموش نکردی؟ تو غیر قابل باوری. من از اول اومدم که خیلی حرفه‌ای و بدون در نظر گرفتن مسائل شخصی کار کنم، ولی تو چی؟ تو یه بچه کوچولویی. به من ربطی نداره که چی باعث شده از همه دخترا متنفر بشی یا اینکه ازشون فرار کنی. ولی بذار یه چیزی بهت بگم، چه از کسی متنفر باشی یا اینکه خوشت بیاد به من هیچ ربطی نداره. تو اصلا واسم اهمیتی نداری. کسایی هستن که دوستشون دارم، مامانم، پدرم، دوستام، همینطور کارم. و اندازه تو بین اونا فقط یه نقطه است که داره تموم میشه. تو محور زندگی من نیستی و نخواهی شد. و اگه فکر میکنی کار خوبی داری با دخترا میکنی، وقتشه که یه چیزی بهت بگم. خوب گوش کن، واسه هیچ دختری مهم نیستی. و اگه فکر میکنی امروز کار خوبی کردی، باید بدونی که امروز واسه من فاجعه بود آقا، چون تو یه کار مهم و خراب کردی. و باید بهت بگم تو به عنوان یه مدیر گند زدی و من مطمئنم بقیه دختران با هم نظرن. راستی راجع به این حرکات تو، شیک پوشی تو، این داستانا، همه اینا فقط تو سرته. واسه همینه که به کارت فکر نمی‌کنی. بهت توصیه میکنم که همه این فکرها رو از ذهنت پاک کنی. شاید یکم محترم‌تر شی. جاست که اینجایی. از اولش، ولی نتونستم بیام تو. من همه چیو شنیدم، برای همین صبر کردم تموم شه. الان میرم. فقط دستامو بشورم؟ برو بیرون. نه. من همیشه تو درد سر میافتم. این دختر پر از عقده است، ولی نمیتونه با من در بیفته. از این به بعد مثل خودش باش برخورد میکنه تا بفهمه ریتویکی. خیلی سخت بوده، خیلی خسته شدیم. نظرت چیه چند روز مرخصی بگیریم یکم استراحت کنیم؟ ببینم مگه تو زده به سرت؟ الان کلی کار داریم. صبح بخیر. صبح بخیر. ببخشید دیر شد. ایشون منشی جدیدتونه. سلام. حالت چطوره؟ سلام. گوش کن چی میخوام بگم. با بخش توسعه جلسه دارم. فکر کنم دیر کنم، تو بهشون بگو. چرا اون بگه؟ من میگم همونطور که میگن وقتی رئیس دیر بیاد کارمند باید زودتر بیاد. خوشم اومد. توی شرکت یه دوری باش میزنم. بیا. روز بخیر. روز بخیر. چی کار میکنی؟ میخوای پیرنتو در بیاری؟ این آسانسور واسه همه کارمنداست. چرا وایستاد؟ تو نگهش داشتی آره؟ بگو چی کار میخوای بکنی؟
ببین بیشتر از این نزدیک نشو. تکواندو بلدم و 3 هفته تمرین کردم و با چند تا حرکت میتونم بکشمت. وایستا، نزدیک نشو. برو کنار. چی کار میکنی؟ دکمه توقف خودت زدی. راستی بهم چی گفتی؟ تکواندو 3 هفته؟ خیلی به خودت مطمئنی. و تو هم خیلی مضحک و مسخره ای. پسری عقب افتاده. من واسه این کارا اصلا وقت ندارم. همه لحظات زندگیم برام با ارزشه. زمان برام مهمه و به خودم خیلی توجه میکنم. الانم دیرم شده. الو عزیزم، میخواستم بهت بگم کارمندای فروش و همچنین مسئولین سرمایه‌گذار قدیمی به خاطر این داروساز نگران. اصلا نمیتونی باور کنی بخوام چی کار کرد. حالا بعدم میگم. این خانم خیلی به خودش مطمئنه. حالتون خوبه قربان؟ چی شد؟ چی شده؟ چی شد؟ قربان یکی زنگ بزنه اونشا. ببین بعدم بهت زنگ میزنم. برید کنار، داره خفه میشه. زود باشه، باید کمکش کنیم. بلندش کن. کمک کنید بشینه. بیاین یکم آب بخور. نه بهش آب ندین، نمیتونه نفس بکشه. فکر کردیم بهت حمله قلبی دست داده. نفهمیدیم که داری خفه میشی. ولی اشاره کردم که دارم خفه میشم. هیچ کدومتون نفهمیدین. فقط دکتر پالاک فهمید. دکتر پالاک، ممنون که منو نجات دادی. اگه بهم کمک نمی‌کردی شاید الان مرده بودم. من کاری نکردم، وظیفه‌م بود. لطفاً مراقبش باشید. یه لحظه دکتر پالاک. بله آقا. داروی اکسیومو به چالش کشیدی درسته؟ درسته. خب بگو اسم دانشگاه چی بود؟ دولتی. خیلی خوبه. بورسیه رو گرفتی؟ من با معدل 94 نفر اول بودم. دکتر پالاک، راستش دوست دارم فرضیتون رو ببینم. میتونین صبح زود بیاین دفترم؟ بله آقا، ممنونم. ممنون استاد. هیتویک، امروز نتونستیم جلسه داشته باشیم. موافقی یه قرار برای فردا بذاریم؟ بمونه فردا. آره چی اینجا بود؟ استاد، همه دخترها اینجوری تا چششون به یه مرد میخوره میخوان به هر طریقی که شده جذبش کنن. منظورم اینه که همین چند لحظه پیش تو یه لحظه تونست یکی از کارمندا رو جادو کنه. جدی؟ فکر نکنم کسی باشه که اندازه من دختره رو بشناسه. اصلا برای همین اومد شرکت، برای اینکه پول بگیره. داره همه کار میکنه. واسه همینم اینقدر میگه که داروی ما کارساز نیست، ولی دواش دست منه. حالا میبینی فردا چی میشه. دستشویی مردونه؟ حالا واقعا میگی؟ باور کن دارم راست میگم. چرا؟ کار دیگه ای میتونستم بکنم؟ تا کی میخوام برم دستشویی رستوران؟ دستشویی مردونه؟ وای آخه این چه جور مردیه؟ رفتارش با دخترها غیر قابل تحمله. دلم به حال خانواده‌اش میسوزه. یعنی با دختره خانواده‌اش هم همین جوریه؟ بعد جادوگری که سرش قطع شده بود شروع کرد به بالا رفتن از درخت تا بره دنبال پسر بدبخت و انتقام بگیره. قدم به قدم بالا میره. مگه داستان تموم شد؟ مامان بزرگ، کارات عجیبن. معمولا برای بچه ها داستان میخونن، نه بزرگا. تازه داستانایی میخوای که پر از قتل و شرارت. تو کابوس نمیبینی؟ ساکت شو، بذار داستان رو گوش بدم. آخرشو برام خراب نکن. ببینم تو چرا شبیه جادوگرا شدی؟ چی شده؟ شبیه جادوگرم؟ یه دختر وقتی اینجوری میشینه حتما دلیل داره.
مثلا در حال فکر کردنه و این از عادتهای تو نیست. یا ممکنه منتظر اتفاقی باشه واسه همینم ساکته، یا داره دنبال راهی میگرده که اونی که اذیتش میکنه رو بکشه، یا خیلی ناامیده و میخواد که یکی بغلش کنه. خب حالا پرنسس من، بهم بگو چی باعث شده که اینطوری اینجا بشینی؟ من چیزی نیستم، ناراحتم نیستم. پس یه چشمک قشنگ بهم نشون بده تا حرفتو باور کنم. اصلا چرا باید تحت فشار باشی؟ سامر کاری کرده؟ فقط چند روز مونده تا زندگیش به هم بریزه. بی‌مزه. حالا واقعا بگو چی شده؟ هیچی نشده. باید بخوابم. شب بخیر. یعنی همه چی تمومه؟ آره. بگو. استاد، آماده سازی تموم شد. دکتر پالاک 0 و تو 1. عالی. درسته که قلبت شکست، ولی تو هم نباید این کارو کنی. آره درسته، برای همینم اومدم اینجا تا جواب بگیرم. داره میاد اینجا. این چه صداییه؟ نباید بزنین کسایی که صداشون انقدر بده همونطوری بخونه. آرامش بهش بگو، بدون مشکل. دیدمت معنی خوشبختی رو فهمیدم، دنیا رو دیدم. چه شده؟ کجا ماتت برده؟ دیدمت معنی خوشبختی رو فهمیدم. این همون خبرنگاره نبود که با هم مشکل داشتیم؟ صداش هم خیلی بده، با این حال داری گوش میدی؟ رفیق، صدا مهم نیست. اونجا ایستادن و خوندن شجاعت میخواد. هر کسی نمیتونه این کارو بکنه. تو میتونی؟ آره میتونم. نه نمیتونی. اصلا میتونم. آره. ببین چقدر خوشگل شده. من یکم دیگه برمیگردم. روی کجا میری؟ وایسا. معنی زندگی رو فهمیدم. بابت اون روز واقعا معذرت میخوام. راستش میخواستم بهت بگم که اصلا منظوری نداشتم. میدونم که به خاطر دوستت. اگه منم جات بودم همین کارو میکردم. از تو ناراحت نیستم. زندگی زیباست، نباید از دستش بدی. چی میخوایی بخوری؟ آب طلبی؟ نه، من آب هندونه رو ترجیح میدم. باش. ممنونم. آره. سلام. آمان، رفیق سلام. روی. بله. اسم من به اسپانیایی یعنی عشق زیبا. به این منظوره. میبینمتون. از خونه به هم زنگ زدن، گفتن که خدمتکارمون سکته کرده، باید برم. باشه وایسا، آروم باش. یه لحظه. عجیبه. کجا رفت؟ پالاک، حالا همه چی آماده است که ارائه امروز تو ببینم. مدیر همیشه از من راضی میشه. خدای من. نه مامان، لباس صورتی هم باید بره خوشرویی باشه. ببین الان یه جلسه خیلی مهم دارم، باید گوشی رو قطع کنم، بعداً زنگ میزنم. ببخشید معذرت میخوام خانم. شماها جلوی چشمتون رو نمیبینید؟ نگاه کنید. ما فقط داشتیم رنگ میزدیم، شما یهو اومدید. حداقل چشتون رو باز کنید ببینید با من چی کار کردی. فکر کنم هر جا میری واسه خود دردسر درست میکنی. از سر تا پا رنگی شدی. لباس کارت، موهات، صورتت، گردنت، دستات. بس کن. تفسیر فقط تو. خواستم بگم امروز مرخصی بگیر تا رنگ رو پاک کن. میتونی بری استخر، میتونی ماساژم بگیری. ماساژ خیلی دوست دارم. از حدت خارج نشو. باشه خارج نمیشم. روبین، جلسه نیم ساعت دیگه است، درسته؟ آزمایشگاه نون بیوتیک رو زمان خیلی حساسه. دکتر پالاک هم که سخت داره برای جلسه آماده میشه. میدونه با لباسای کثیف چی کار باید بکنه. فوراً جلسه رو کنسل کن. نه لازم نیست. هنوز نیم ساعت مونده و من به موقع تو جلسه حاضر و میشم. اگه نرسیدی بیای چی؟ استعفا میدم. مگه تو اینو نمیخوای؟ اشتباه متوجه شدی. اتفاقا درست متوجه شدم. راستی دختری که قشنگ زیادن، ولی تو از اونا نیست. اونا معمولاً بازنده. یه سری دخترها هم زرنگن، تو از اونا هم نیست. بعضی دخترها هم آیکیوشون بالاست که البته همه یه تفکراتشون غلطه. تو دقیقاً از همین دخترایی. یه نوع دیگه هم هست، اونایی که از پشت خنجر میزنن و تو اینا رو نمیشناسی. واسه همین سعی کن مهربون باشی، فقط تقلب نکن. استاد، چرا اجازه میدید اینطوری باهاتون صحبت بکنه؟ الان میرم حالشو میگیرم که دیگه نتونه هیچی بگه. مهربون باش، تقلب نکن.
این حرفا رو خیلی دوست داشتم. منم همینطور. سلام قربان. سلام ریتویک. سلام بچه. ساعت چنده؟ 11:29. استاد فکر نکنم که برسه. سختشه که بیاد. توی شرکت هیچ دختری نیست که بخواد بهش کمک کنه. یعنی چی میخواد بپوشه؟ برگ درخت؟ منظورت چیه؟ تو دخالت نکن. حواست به جلسه باشه. سلام به همگی. باورم نمیشه کت منو پوشیده. آزمایشو شروع کنی؟ حتما. فکر کنم این کت خفه شو. دیروز محلول عوض کردم. وقتی شروع کنه مخلوطش کنه منفجر میشه. ببخشید. هر بیماری قندی عوارض مختلفی داره. بر اساس مطالعات من این دارو واسه بیماران قند خوبه، به جز بیماران کلیوی. و برای درمان بیماران کلیوی هم تحقیقاتی انجام دادم که به یه سری نتایج رسیدم، ولی مطمئن نیستم چون درصدشون کمه. راه حلی که بتونه قند رو کنترل کنه و به کلیه ها آسیب نرسونه. چیزی که گفتی منطقیه، ولی گزارشایی از بیمارستانا بهمون رسیده و نظر دکترها این نبود. ممکنه مریضایی که درمان شدن مشکل کلیوی نداشتن، واسه همین به این مشکل توجه نکردن و موافقتشون رو نسبت به این دارو اعلام کردن. دکتر پالاک، حق با توه، کارت خوبه. ریتویک باید یه مرحله دیگر رو شروع کنیم. باید دوباره آزمایش کنیم. باشه. خداحافظ. خسته نباشین. خدا نگهدار. متانول رو با سرکه جایگزین کردم و فهمیدم که یه چیزایی عوض شدن. کارت خوب بود. من از بچگی میتونستم بوی خطر و حیله های زشت رو بفهمم. سرکه و متانول با هم فرق میکنن. پس این تقصیر تو نیست. تو منشی یه نفر دیگه‌ای که تخصصش بازیه و تو رو مجبور کرده بود که این کار رو انجام بدی. ببخشید. میدونی چی به مشامم میاد؟ بوی غرور. اگه یه دختر باهوش باشه معنیش این نیست که مغرور نیست. پس مشکلی نیست. اصلا چرا باید بحث کنم؟ من حرفی با شما ندارم. راستی میخواستم نظرت راجع به کار بپرسم، ولی شنیدم که مردگی ساده معمولا فقط چشمشون کار میکنه. بگو ببینم لباسم بهم میاد؟ باید به خاطر این کار ازت تعریف کنم؟ ولی انگار تو اتاقای بسته سوبرامانیومو ترجیح میدی، یعنی جایی که به این کار قانعش کردی. میخوای با منم همین کارو بکنی؟ یا نیازی به این کار نره؟
چون همونطور که گفتم کسی بهت نگاه نمیکنه. قطعا گولش زدی مگه نه؟ ولی من مشکلی ندارم، چون در نهایت این به شخصیت تو مربوط میشه که چطوری به خودت اجازه میدی اینو بگی؟ باورم نمیشه. آره باور کردنی نیست. تو دختر فرصت طلبی هستی. بله فیشال، 2 ساعت تو باشگاه بوکس برام رزرو کن. احساس میکنم یکی رو میخوام بزنم. یه نصیحت میکنم، همینجا بمون و وقت تو تلف کن. درسته که میتونی همه اشتباهات رو درست کنی، ولی با من خطا کردی و سخته که درستش کنی. بله جلسه 2 ساعت دیگه است. تلفنمو خاموش کردم. آزمایشگاه جهان دارو رو تایید کنه. آره بهترین آزمایشگاه جهان. برام مهم نیست که چقدر باید هزینه کنم، فقط تایید برام مهمه. و اینکه دکتر پالاکو از شرکت بندازمش بیرون. باشه آروم باش، فقط بهم بگو چی شده. یه چیز دیگه، احمق، قبل از اینکه یه منشی برام بگیری حتما راجبش تحقیق بکن. اوه وای، لبخند ریتفیکنون وحشتناکه. از اینکه یادم عوضی باشی لذت میبری. واقعا داستان دوست داری. تو دوست داری بازی کنی؟ باید بگم تو با این کارت منو یکم غافلگیر کردی. واقعا؟ بالاخره داری ازم تعریف میکنی؟ متعصب ترین پسر دنیا داره از یه دختر تعریف میکنه؟ به نظرم این برات سخت باشه نه؟ حالا که قبول کردی یه کار دیگه هم بکن. 4 تا انتخاب داری. بگو منو ببخش و ترکیب اون دارو رو عوض کن و همینطور قبول کن که اشتباه کردی و حرف من درست بوده. حرفتو قبول ندارم. جوابت اشتباهه و کسی که برنده میشه قطعا تو نیستی. امروز روز بعدی واسه غرور تو بود، درسته؟ بهتره بری خونه. غرور اسلحه ضعیف است. میدونی اسم من چیه؟ ریتفیکنون. خب چی باعث میشه این کارا رو بکنی؟ شاید قلبت یه جوری شکسته که نمیتونی فراموشش کنی ها؟ یا به خاطر دختری باشه که ترکت کرده و رفته؟ به خاطر پول رفته یا یه مرد باهوشتر است و شاید هم زیباتر؟ یا اینکه یه مرد واقعی بوده؟ اصلا هم اینطور نیست. پس داستان چی بوده؟ چجوری راضی میشه که با کارمندات مثل لوازم خونت رفتار کنی؟ و اینکه هیچ دختری ندونه چطوری با تو رفتار کنه ها؟ دلم به حال دختری که قراره باهات باشه میسوزه. قطعاً به خاطر پول تو و موقعیت خانوادته که باهاته، یا شایدم قیافه خوبت. فقط بذار یه چیزی بگم، تو یه آدمی هستی که واسه هیچ کس احترام قائل نیست، حتی واسه خودش. راستش فکر کنم مامانت تمومش کن. قبلا عکس مامانتو تو روزنامه دیدم. معلومه که خانم محترم و دوست داشتنیه. مامانت فقط یه اشتباه داره، تو. میتونستم جواب تو بدم، ولی همونطور که میبینی مادرم بهم یاد داده که دستم رو دخترها بلند نکنم. نمیدونم مامانت چجوریه، ولی اینو میدونم که بهت خیلی چیزو یاد نداده. من میتونم زندگی تو در عرض یه روز نابود کنم. بهت هشدار میدم که از حد تجاوز نکنی. حرفم واضحه؟ نذار جوری باهات رفتار کنم که پشیمونی تا آخرین روز عمرت همراهت باشه. از اینجا برو. یا به خاطر دختری باشه که ترکت کرده و رفته، یا به خاطر پول رفته. مامان تو رو خدا نرو. خواهش میکنم ریتویک، گریه کردن دیگه فایده ای نداره. من دارم میرم. پول مهمه که زندگی تو بسازی و چیزای دیگه توی این دنیا یه دروغه و بس. بارک شرما، این آخرین روز تو این شرکته. امان پرونده رو بفرست. قرارم کنسل کن، میخوام برم. منم دارم میرم. شاید تقدیرمون اینه از هم جدا بشیم. به هر حال بیا. پالاک آیپدشو پیش من جا گذاشته. دیدم که توی سایت دوستیابی شرکت کرده. باشه اصلا به من ربطی نداره. اصلا چرا باید اینا رو بگم؟ خدا نمیخواد خیلی حساس باشی. این حرکت خیلی خوبیه. آفرین. میخوام که ادامه بدی. یعنی چیزی که برام مهمه کار و هوشته. بهتره برگردی سر کارت.
یعنی میخوای برگردم؟ همین امروز؟ نزدیک من نشو. من سرم خیلی شلوغه و اصلا وقت خالی ندارم. تو باید جای منو بگیری. چرا رنگت پریده؟ نه ترس، برو بدون هیچ مشکلی کارتو ادامه بده. فقط به یه شرط. حواست باشه که به من نزدیک نشی. دور بمون. باشه. راستی بیا اینم رمز آیپدشه. چی؟ چجوری پیدا کردی؟ با روش‌های خودم. ای زبه. کارت خوبه. قبلا واسه این که احساس طرف مقابل رو بفهمی باید به چشماش نگاه می‌کردی. ولی زمانه عوض شده. الان دیگه باید موبایل‌ها و کامپیوترها رو چک کنیم. دکتر پالاک تو خیلی رو مخی. درسی بهت میدم که هیچ وقت یادت نره.